بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک شما خواهران عزیز اهل تفسیر و حدیث که در درس های روزی پنجشنبه الکی من اکثریت شما رو نام به نام میشناسم که هیچ ترک نکرده با ما هستید. الله برکتتان دهد. امروز در درس تفسیر سوره انشقاق را میخوانیم که 25 آیت دارد که درباره روز قیامت و درباره احوال انسان ها و این چونین درباره قسم های الله با مخلوقات های بزرگش صحبت میکند. الله میگوید اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت. الله میگوید هر وقتی که آسمان شکافته شود، یعنی در روز قیامت درهای آسمان همگی گشاده میشوند و از اینکه مایان یعنی مخلوقات بنی آدم تا اندازه عقلمان یا گفتیم تصوراتمان درباره عالم غیب و کجا رسد عالم الغیب، حتی چیزهایی که به چشم میبینیم خیلی تنگ است، تصور هم کرده نمیتوانیم که این آسمان های بزرگی که بالای سر ما هست و هر روز مشاهدهش میکنیم چگونه روز قیامت شکافته میشود. میگوید اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت، زمانی که آسمان گشاده شود، درهایش باز شود و سخن پروردگارش را گوش کند با اجازت پروردگارش، یعنی وقتی الله میگوید ای آسمان گشاده شو، این 7 طبقه آسمان گشاده می شود و حقت و حق آسمان این است که به گفته پروردگارش اطاعت کند، یعنی از حقش است که او باید گفته پروردگار را گوش کند. و ازینت لربها و حقت و اذا الارض مدت، و هر وقتی که زمین پهناور شود. پیامبر صلی الله علیه و سلام میگویند روز قیامت زمین پهن می شود و الان چه خیلی که میدانید دایره شکل است، کاملا پهن می شود و هر یک انسان در آن فقط یک مکانی که به آنجا هر دو پایش جایگیر می شود جای می شود، یعنی از زیادی آدم و تنگی زمین، ولی پروردگار با قدرت خود اون زمینه که امروز چه خیلی گفتیم دایره شکل است پهن میکند، پهناور میکند. و ازینت لربها و حقت، بعد از این و القد ما فیها و تخلت، بعد از این که میگوید الله روز قیامت زمین پهن می شود، هر چیزی که در داخلش هست که اکثر علما میگویند هر چیزی یعنی تمام مرده ها، هر یک جسمی که در داخلش هست زمین میگیرد و به بیرون پرتاب میکند و خالی می شود از هر چی که در داخلش دارد. بعضی از علمای تفسیر میگویند بدانید که آن چیزی که در داخل زمین است، چه از جسم های انسان ها باشد، چه از بایگری و ثروت ها باشد، هر چی در داخل زمین هست روز قیامت به بیرون افکنده می شود و او هم زمین هم این عمل را، یعنی برآوردن تمام مرده ها از داخلش را با اذن پروردگارش، با از اطاعت کردن پروردگارش انجام میدهد. و حقت و حق زمین هم این است که سخن پروردگارش را گوش کند. در دوامش الله میگوید وقتی درباره حالتهای قیامت گپ میزند که این آسمانی که شما میبینید، زمینی که شما زندگی میکنید در روز قیامت به این حالت تبدیل میشود. در دوامش الله میگوید در آیت 6 یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو خیلی عملهای زیاد انجام میدهی به سوی پروردگارت، برای پروردگارت. یک گروه تمام عملهایشان خیر است، به خاطر الله عملهای صالح انجام میدهند. یک گروه باشد از الله نترسیده خیلی عملهای بد انجام میدهند. گروه دیگری هم هستند که عملهای صالح هم دارند و عملهای بد هم دارند. الله میگه ای انسان تو خیلی عملها را به پروردگارت انجام میدهی، خیلی کارها از دستت می آید، اما بدان که سپس تو با او روبرو خواهی شد. تو با هم عملهایی کرده هم با همان الله که چی از او ترسیده کاری را کرده چی نترسیده کرده با او روبرو میشوی. یعنی این تهدیدی هست از طرف پروردگار که هر کاری که میکنی دانسته کن که تو با من خواهی روبرو شد. در دوامش الله میگوید
فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. در روز قیامت هر کسی که نامه اعمال او داده شود بیمینی، از دست راست، همگان خواهران عزیز میدانیم که هر لحظاتی که ما در این دنیا میگذرانیم برابر گذشت لحظه های عمرمان نامه اعمال ما هم نوشته شده استاده است. الان خود حاضر قسم به الله هر خواهرانی که اینجا هستید، فرشته های دست راست شما آنجا نوشته استادند کرامن کاتبین که این دختر امروز الان در درس است. همین لحظه ها را او در تفسیر کتاب الله میگذراند و هر خواهری که در تلفن نشسته است یا به گناه دیگر، فرشته دست چپ او هم نامه اعمال او را دارند می نویسند. یعنی هر لحظه نظر بکنیم به نامه اعمال خود. من بعضا به فرزندان میگویم که همین روز چند کلمه از حقارت و دشنام یا از مسخره در نامه اعمال خود ثبت کردی. باید بدانیم که نامه اعمال ما هر لحظه و هر دقیقه نوشته شده است. یک به خود آییم که هیچ نفسی نمیکشیم، هیچ چیزی نمیگوییم، هیچ نیتی خیری نمیکنیم مگر آنکه آنها نوشته میشوند. الله میگوید همون نامه ها، یعنی همون عمل های کرده اتان در شکلی نوشته شده در روز قیامت به کسی که از طرف دست راستش داده شد، این الکی بشارت به خیر است. یعنی از طرف دست راست داده شدن نامه اعمال روز قیامت این نشانه سعادت و نشانه نجات یافتن از عذاب الله است. الله میگه اما هر کسی که نامه اعمال او، کتاب او از طرف دست راستش داده شد که آورده به دست راستش فرشته ها به او میپرتایند، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، خیلی حساب کتاب او آسان می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حساب کتاب به معنای پیشکش، فقط به او پیشکش کرده می شود. هر یک گناهی کرده او را یک به یک الله با او سوال و جواب نمی کند. وگرنه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر هر انسان به هر یک کاری کرده اش حساب کتاب کرده شود، منحوس به یوم القیامت عذب، البته عذاب داده می شود. زیرا هیچ انسان از گناه خالی نیست، ولی آنهایی که عملهای صالحشان زیاده است و اهل ایمان هستند، آنها گناه فقط میبینند کرده های خود را، بعد از این راست به جنت میروند، نه اینکه به هر یک خطاگی کرده خود آنجا جوابگو باشند. اما به جز حق آدمیزاد، اگرچه اهل جنت باشی، اگرچه اهل جنت باشی، حق کسی را خورده ای، کسی را ناحق به چیز تهمت زده ای، حتما پیش از داخل شدن به جنت باید با آن انسان حلالی کنی. یا ثوابهای خود را به او میدهی یا از گناههای خود میگیری، یا این از گناههای او میگیری، یا اینکه تو همون حق آدمیزاده که برگردن تو هست تو را از داخل شدن به جنت باز می دارد. الله می گوید و ینقلب الی اهله مسرورا، و این انسانی که نامه اعمالش از طرف دست راستش داده شد، اللهم اجعلنا منهم برحمتک و بفضلک، پروردگار با رحمت و با فضلش مایان را از جمله آنهایی کند که از دست راستمان نامه اعمالمان داده شود، زیرا عملهای ما برای خریدن جنت الله اصلا و اصلا ارزنده نیست. پروردگار با فضل و با رحمتش ما را داخل جنات و نعیم کند. پروردگار میگوید و این انسانی که از طرف دست راستش نامه اعمالش داده شد و خیلی با یک نظر کردن به نامه اعمالش دیگر حساب کتاب آسانی را گذشت کرد، ینقلب الی اهله مسرورا، به خرسندی به نزد اهل بیتش برمیگردد. بعضی از مفسرین میگویند یعنی به نزد حوران جنت که او را انتظار هستند، و در سنن ترمذی هم آمده است که اهلیه یعنی اهل آن انسان حوران جنت است، برای زنها خادمان جنت یا گفتیم فرشتگانی که او را انتظار هستند. بعضی از علما میگویند نه، مؤمن وقتی که اهل بیت مؤمن خود را دارد، عائله‌اش هم از اهل ایمان هستند، به نزد خانواده خود، به نزد پدر و مادر مسلمان خود، به نزد خواهر و برادر و فرزند و همسر مسلمان خود برمیگردد. اما در دوامش الله میگوید و اما من اوتی کتابه وراء ظهری، در سوره دیگر بشماله فسوف یدعو ثبورا،
و یصل سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلی ان ربه کان به بصیرا. پروردگار ما را از جمله این طایفه نکند که پروردگار میگوید هر کسی که نامه اعمالش به دست چپش از پشت داده شود، میگویند یعنی از طرف پشتش میدهد که با دست چپش میگیرد، دست راستش در آن وقت حتی کار نمیکند برای گرفتن. اما هر کسی که نامه اعمال او را از طرف پشت به دست چپش دادن، فسوف یدعو ثبورا، این انسان خواهد داد زد که خدایا من میخواهم هلاک شوم، من میخواهم نابود شوم، جان مرا گیر. یعنی انسان هایی که نامه اعمالشان از طرف دست چپشان داده می شود، از شدت عذاب و از حول آن عذاب جهنم همان لحظه الله چی می گوید؟ فسوف یدعو ثبورا، برای خود هلاکت تمنا می کنند، می گویند ای کاش ما کلا نابود شوم، الان هلاک شوم، الان مرگ آید که آن روز چه خیلی می دانیم دیگر مرگ وجود ندارد. و یصل سعیرا، و او داخل می شود به سعیر، به آتش سوزان جهنم. در دوامش الله یک نشانه اهل دوزخ را میگوید. خواهران عزیز، میگوید انه کان فی اهله مسرورا، این انسانی که اهل دوزخ است و روز قیامت داد و فغان میزند که خدایا مرا بمیران، خدایا به من مرگ بده، میگوید انه کان فی اهله مسرورا، این انسان در دنیا با اهلش، با خانوادهش خیلی خوشحال بود، خیلی خرسند بود و جز خرسندی کردن و خوشحالی کردن کار دیگر نداشت. اما در صفت مؤمنان الله چه میگوید؟ یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، یعنی مؤمنان در دنیا زیاد گریه میکنند، خود را به سجده میپرتویند و میگویند پروردگارا گناههای مرا ببخش. صفت مؤمنان حقیقی را پروردگار چند بار در قرآن ذکر میکند که اینها وجلت قلوبهم، همیشه قلبهایشان در ترس است. یا در آیت دیگر میگوید قالوا ان كنا قبل فی اهلنا مشفقین، اهل جنت میگویند وای ما در دنیا خیلی میترسیدیم که حال ما چی میشود. فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، پروردگار با فضل و منتش مایان را از عذاب دوزخ نجات داد. یعنی مؤمن مغرور نیست، برعکس کافر، برعکس انسانی به ایمان، مؤمن مغرور نیست که جای من تعیین است، چی شود بشود، اصلا حیات دور. نه، مؤمن همیشه در ترس است که عاقبت من چی میشده باشد، حال من چی میشده باشد، آیا من از اهل جنت هستم یا از اهل دوزخ هستم، و همیشه در گریه و در سجده و در رکوع هست. او مغرور نیست، برعکس کافر که بجز عیش و عشرت، بجز خرسندی کردن، بجز اینکه چی کار کنم که به یک کاری که مرا خوشحال میکند مشغول شوم، دیگر کاری ندارد. و این خواهران عزیز، همین صفت سبحان الله من در بعضی از اهل ایمان هم میبینم، وقتی همراهشان صحبت میکنی همیشه فکرشان درباره با خوشحالی وقت گذرانیدن است، یک مهمانی، یک این طرف اون طرف دور زدن و خوشحالی کردن و نمیدونم هر چی کنیم که فقط طبعمان خوش باشد. اصلا دربارهشان از طلب علم، از اینکه کاری کنیم که ثواب داشته باشد، کاری کنیم که الله از ما راضی باشد دیده نمی شود. حتی در استاتوس ها سبحان الله خیلی عیب است یک زنی مسلمان فقط از کیف و صفای خود به مردم رکلام کند، فقط از چی خوردن و چی پوشیدن و گشتن خود، نه اینکه از خواندنش، یعنی شاید که نه به مقصد ریا، از اینکه شاید که یک نفر بیند و از شما عبرت گیرد. اگر بعضی عملهای صالح را گفتید با که ندارد، ولی مشکلی امروز همه از کیف و صفای خود رکلام میکنن، همه از کیف و صفای خود میگویند، خوردن و پوشیدن و نمیدونم چیزهای دیگر، که این صفت اهل دوزخ است. این صفت اهل دوزخ است که پیوسته ما در کیف و صفا باشیم، پیوسته از خوردن و از خوشحالی و از خرسندی گپ زنیم. الله میگه انه کان فی اهله مسرورا، این اهل دوزخ، این جهنمی، اینه که امروز فریاد میزند که الله به من مرگ بده، این در دنیا به جز خوشحالی کار دیگری نداشت. پس دنیای دو روزه که دیگر خیلی کوچک است، اما حیات ابدی شما از این وابسته است، نباید فقط به خوشحالی گذرانیم.
نباید فقط با خوشحالی گذرانیم. جنت با مشقت ها درهایش را به ما باز میکند. دوزخ با لذت ها انتظار است که آنهایی که در دنیا همیشه از پی لذت بودند جای آنها آنجاست. در دوامش الله میگوید انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لا یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. این گمان میکرد که در دنیا همیشه با خوش خرسندی چی خواهد کرده میگردد و لا یحور اصلا بر نمیگردد به سوی پروردگارش. ولی الله بینا بود، الله همیشه در کمین بود، الله دیده ایستاده بود که تو به چی مشغول هستی. بله این ربه کان به بصیرا، اصلا از نظر پروردگار اینها دور نبودند. در دوامش الله میگوید فلا اقسم بالشفق واللیل و ما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. الله میگوید من قسم میخورم به شفق، همان زردی آفتاب که در وقت غروب آفتاب خیلی زیبا در کنار زمین دیده می شود یا در افق دیده می شود. و لیلی و ما وسق، و قسم به شب هر وقت که پیچانیده می گیرد، تاریک می شود، همه چی رو پنهان می کند. و القمر اذا اتسق، و قسم به آن ماهتاب وقتی که کاملا مدور یا دایره شکل می شود که چی زیبا است وقتی شما ماهتاب را در 13-14 روزگی ببینید که یکی از نشانه های بزرگی پروردگار است. لترکبن طبقا عن طبق، این جواب قسم پروردگار است که شما انسان ها همیشه از حالت به حالت انتقال میابید. یعنی ای انسان بدون که دنیا داری، یا گفتیم دنیا خانه هست که همیشه در دگرگونی هست. امروز خوشحال هستی، فردا غمگین هستی، امروز بیمار هستی، فردا صحت هستی، امروز خیلی شکسته دل هستی، فردا بالیده هستی. یعنی حال انسان ها همیشه در تغییرات است. یعنی اصلا زندگی یا حیات شما در یک حالت یا در یک شکل دوام نمیگیرد. خودی عمر انسان هم از کودکی تا جوانی تا پیرانسالی دیگر و دیگر، و حیات انسان هم از شکم مادر تا دنیا و تا قبر و آخرت، این چونین خودی زندگی شما هم. در ما حدیث پیامبر است در مسند امام احمد است خطا نکنم که حضرت جبرائیل به پیامبر میگویند چه خیل خواهی زندگی کن البته که میمیری، بکی خواهی دل بند البته که از او جدا میشوی، چی کار خواهی کن به آن کرده خود جوابگر هستی. یعنی هر کاری کرده ای تو جواب خودش را دارد، هر کاری کرده ای تو پاسخ خودش را دارد. و الله میگوید به این آماده شو. یعنی دنیا همیشه شما خوشحال هم نیستید، همیشه شما بدحال هم نیستید، همیشه پولدار هم نیستید، همیشه کمبغل هم نیستید. لترکبن طبقا عن طبق، در حال دیگرگونی و دیگرگونی هست. فما لهم لا یؤمنون، الله میگه پس چرا ایمان نمی آورند؟ با این همه بزرگی الله، با این همه بیچارگی خود که در دست خودمان نیست، پیر شدنمان در دست خودمان نیست، بدبختی و خوشبختیمان یکی از جای می آید که خود به خبر هستیم. الله میگه بعد از این همه بزرگی الله، بعد از این همه بیچارگی خودت، ضعیفیت، چرا ایمان نمی آوری؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، و وقتی به آنها قرآن خوانده شود چرا سجده نمی کنند؟ و این آیتی یکی از آیات های سجده است که خواهران عزیز همگی بعد از درس حتما یک تا سجده کنید، چون آیت سجده هست و سجده تلاوت یگان دعای مخصوصی که واجب است ندارد. سبحان ربی الاعلی گوید هم می شود. یک بار در جای نشستتان به سجده خود حاضر خواهید هم سجده می کنید. و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم. الله میگوید ولی کافران همیشه دروغ میشمارند روز قیامت را، زنده گشتن پس از مرگ را، عذاب قبر را، سوال و جواب را. والله اعلم بما یوعون، ولی الله میداند هر چیزی که شما در دلها پنهان میدارید. یعنی از پنهان
از سرهای خود در قلبتان هم بترسید. اگرچه الله به آن من و شما رو عذاب نمیدهد، ولی الله از قلب ما آگاه است. فبشرهم بعذاب علیم، پس بشارت بده این اهل تکذیب یا دروغ شمارنده های قیامت را به عذاب دردناک. ولی اینجا بشارت است برای اهل ایمان که الله میگوید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر آنهایی که ایمان آوردند به الله و عملهای صالح انجام دادند، برای آنها اجر و ثوابی هست، برای آنها مکافات هایی هست که اصلا و اصلا تمام نمی شود یا اینکه به انتها هست. این بود الحمدلله خواهران عزیز سوره انشقاق که با فضل و با لطف پروردگار به آخر رسانیدیم، چون آیت های تکراری بودن. الان نصیبمون کرده باشد پس از این سوره مطففین است، انشاءالله شاید بعد دو تقسیم کنیم، شاید اگر الله برکت در وقت موندیت همش رو درس دیگر میگیریم.